پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان 24 نوامبر سال 1992 همچون رمز دولتی صاحب استقلال و نشان صاحب اختیاری از طرف شورای عالی جمهوری تاجیکستان تصدیق و قبول گردید. پرچم از زمانهای خیلی قدیم یکی از رمزهای اساسی دولتداری تاجیکان به شمار می رود. پرچم ما رمز حیات آسایشته، وحدت جاویدانه ملی و امید به فردای آباد خلق تاجیکستان است. از این رو محبت و احترام پرچم ملی ما باید در قلب هر یک فرد با ننگ و ناموس معوا داشته باشد. پرچم دولتی افاده‌گر مقصد و مرام و آرزوی آرمان‌های هر یک ملت و دولت است و این مقصد و مرام با رنگ و نقش‌های خاص در آن تجسم یافته است. در آن رنگ‌های سرخ، سفید و سبز همچون تجسمگر مبارزه برای آزادی و استقلالیت، بخت و اقبال سفید و سعی و کوشش بهر سرسبزی و خرمی کشور انعکاس یافته است. پرچم دولتی برای ما تاجیکان نشانه بقای دولت، وحدت و یگانگی، هویت ملی و بهترین وسیله تربیه نورسان و جوانان در روحیه افتخار از دولتداری ملی، حفظ ارزش‌های تاریخ و فرهنگ خلقمان میباشد. پرچم دولتی صاحب استقلالی ما انعکاس کننده تاریخ و فرهنگ و رسم و آیین‌های دیرینه دولتداری ملی امان، بیانگر مقصد و مرام ساکنان مملکت بوده، با آنها در راه بنیاد آینده درخشان نیرو و قدرت سازندگی می‌بخشد. مردم ما مخصوصاً جوانان باید با رمزهای دولتی صاحب استقلال خود، کنستیتوسیا، پرچم ملی، نشان دولتی، سرود ملی چون به مقدسات ملت آزاد و صاحب استقلال ما پیوسته ارج گذارند و آنها را گرامی دارند. 30 آگوست سال 2011 با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر دوشنبه پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در بلندی 165 متر پرفشان گردید. روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان مبارک، همدیاران عزیز.